در سال 1907 زمانی که یک پزشک آلمانی به نام آقای دکتر آلیس آلزایمر یک بیماری رو در یک خانم 51 ساله شناسایی و توصیف کرد، شاید فکرش رو هم نمی کرد این بیماری قراره به شایع‌ترین عامل دمانس یا زوال عقل تبدیل بشه. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. من حسین ملک هستم، پزشک و متخصص اعصاب و روان. سوالاتی که قراره در این ویدیو بهش پاسخ بدیم این مطالبه. اصلا آلزایمر چیه؟ چه عللی براش وجود داره؟ آیا ژنتیک درش نقش داره؟ آیا درمان قطعی داره؟ و در نهایت 12 عامل خطر قابل تغییر رو با هم بررسی میکنیم که اگه این موارد رو رعایت کنید هیچ وقت مبتلا به آلزایمر نخواهید شد. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بیماری آلزایمر در واقع نوعی از دمانس یا زوال عقله و شایع‌ترین علت اونم هست، به طوری که 50 تا 60% افرادی که مبتلا به دمانس یا زوال عقل میشن مبتلا به بیماری آلزایمر هستن. دمانس یا زوال عقل یعنی اختلالات شناختی پیشرونده که توی مغز ما به وجود میاد و منجر به این میشه که ما دچار اختلال عملکرد اجتماعی و شغلی بشیم. شیوع بیماری آلزایمر با افزایش سن بالا میره، به طوری که تو افرادی که 65 سال رو رد میکنن 5% افراد دچار آلزایمر میشن، ولی همین عدد توی 90 سالگی به 20% میرسه. نکته دیگه که وجود داره در خصوص بیماری آلزایمر اینه که تخریب حافظه یک جزء اصلی بیماری آلزایمره، به طوری که تو اوایل بیماری حافظه کوتاه مدت دچار اشکال میشه. مثلا فرد یادش نمیاد غذا چی خورده، شماره تلفن رو ممکنه یادش بره و از این قبیل موارد. ولی به مرور که بیماری پیشرفت میکنه ممکنه حافظه دورم دچار اختلال بشه و در نهایت فقط ممکنه فرد محل تولدش رو یادش بمونه. پس این مورد خیلی مهمه، چون بعضی از بیماران که مراجعه میکنن خانواده‌شون میگن که این فرد افراد خیلی زیادی رو یادشه از قدیم و این در واقع یعنی آلزایمر نداره، در صورتی که اینطور نیست. ما انتظار داریم که اوایلی که بیماری آلزایمر رخ میده حافظه کوتاه مدت دچار اختلال بشه و به مرور به حافظه در واقع دراز مدت آسیب وارد میشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که دمانس یا آلزایمر در کشورهایی با درآمد متوسط تا پایین مثل کشور ما خیلی شیوع بیشتری داره از کشورهای پیشرفته با درآمدهای بالا. کلاً شیوع آلزایمر در حال افزایشه. به خاطر پیشرفت‌های علم پزشکی طول عمر افراد بالا رفته و همین امر منجر به این میشه که ما بیماری آلزایمر رو بیشتر ببینیم، چون یکی از عوامل خطر خود افزایش سن هست. بنابراین شیوع آلزایمر در جامعه بالاتر میره. میرسیم به این که اصلاً چرا و چگونه بیماری آلزایمر به وجود میاد. هنوز علت اصلی این امر مشخص نشده، ولی دانشمندان پیشرفت‌های چشمگیری داشتن تو اینکه بعضی علل رو ذکر کردن. یک مورد علل ژنتیکیه و دیده شده تو افرادی که آلزایمر تو خانوادهشون هست تو 40% این افراد آلزایمر رخ میده. پس یه پایه در واقع خانوادگی و فامیل هیستوری مثبت برای این امر وجود داره و افرادی که تو خانوادهشون پدر، مادر یا اقوام درجه یکشون دچار آلزایمر هستن باید خیلی حواسشون بیشتر باشه. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در افرادی که بیماری آلزایمر میگیرن اگه حالا توی اتوپسی یعنی بعد از مرگ مغزشون رو مشاهده کنیم به شکل ماکروسکوپی و با چشم غیر مسلح یا توی ام‌آرآی ازشون ام‌آرآی بگیریم، در واقع ام‌آرآی مغز بگیریم، چیزی که میبینیم اینه که واضحاً کورتکس یا همون در واقع قشر مغزشون آتروفی میشه، کوچیک میشه و تحلیل میره. بطن‌های مغزی و گشاد میشه و بزرگ میشه. از طرف دیگه دیده شده که اگه به شکل میکروسکوپی بیایم مغز این افراد رو بررسی کنیم، در واقع دیدن که نکاتی که وجود داره تو مغز افراد آلزایمری اینه که یک سری پلاک‌های آمیلوئید یا پلاک‌های پیری توی مغز این افراد دیدن. هر چقدر این پلاک‌های پیری یا پلاک‌های آمیلوئید تو مغز این افراد بیشتر بوده، شدت بیماری آلزایمر هم بیشتر بوده. البته این پلاک‌ها همونجور که از اسمش معلومه توی پیری طبیعی هم دیده میشه، ولی توی بیماری آلزایمر خیلی خیلی مقدارش بیشتره. نکته بعدی که مشاهده کردن اینه که نورون‌های مغزی توی نواحی در واقع همون کورتکس یا قشر مغز و توی ناحیه هیپوکامپ که در واقع محل حافظه ماست از بین میره
و حتی سیناپس های مغزی، یعنی وقتی که یک نورون مغزی یا سلول مغزی میخواد وصل شه به یک نورون یا سلول مغزی دیگه، به واسطه سیناپس به هم متصل میشن. دیده شده که سیناپس های این افراد هم در واقع از بین رفته و تا 50% کاهش پیدا کرده. نکته بعدی اینه که آیا درمان دارویی برای این بیماری وجود داره؟ ببینید دوستان، درمان‌های دارویی وجود داره، ولی این درمان‌ها موجب به درمان قطعی یا کیور نمیشه و در واقع تخریب شناختی و تخریب مغز رو کنتر میکنه و بیمار میتونه سالهای بیشتری رو به شکل طبیعی زندگی کنه، ولی از پیشرفت دائم جلوگیری متاسفانه نخواهد کرد. ولی درمان دارویی حتما توصیه میشه، چون مدت زمان طول عمر این افراد رو بیشتر میکنه. خب دوستان، حالا که با این بیماری بیشتر آشنا شدیم، الان فکر میکنم خیلی بیشتر هممون متوجه شدیم که پیشگیری از این بیماری خیلی خیلی مهمتر از درمانشه. پس من اینجا 12 تا عامل خطر که قابل پیشگیری هستن و قابل اصلاح هستن تو زندگی ما رو میگم که اگه این روش ها رو به کار ببریم هرگز مبتلا به آلزایمر نمیشیم. عامل اول مصرف الکل که من یه ویدیو راجع به الکل ساختم، کامل راجع به الکل توضیح دادم. اگه ندیدید حتما بعد از این ویدیو برید اون ویدیو رو ببینید، خیلی کامل و جامع راجع به الکل توضیح دادم. خب ثابت شده مصرف الکل، مخصوصا اگر سالهای متمادی باشه و مقدارش هم خیلی زیاد باشه، منجر به بیماری دمانس و آلزایمر خواهد شد. پس مصرف نکردن الکل یک عامل مؤثر در اینه که ما به آلزایمر دچار نشیم. عامل بعدی آسیب به سر هست و تروماهایی که به سر میخوره، به خصوص اونایی که منجر میشه به بیهوشی ما توی تصادفات یا فالینگ ها یا افتادن هایی که داریم. پس اینجا خیلی مهمه تو افرادی که موتور سوارن یا دوچرخه سوارن یا شغلایی دارن که ممکنه آسیب به سرشون وارد شه، حتما باید از کلاه ایمنی استفاده کنن، چون ضربه به سر منجر میشه به بیماری آلزایمر. مورد سوم آلودگی هواست. افرادی که تو شهرهای صنعتی و آلوده و توأم با فلزات سنگین زندگی میکنن تو معرض خطر زیادی واسه بیماری آلزایمر هستن. بنابراین منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم میتونه نقش داشته باشه در این بیماری. مورد چهارم تحصیلات کمتره. دیده شده افرادی که تحصیلات بیشتری دارن، بیشتر درس خوندن در طول عمرشون، کمتر دچار آلزایمر میشن. بنابراین خیلی مهمه که ما مطالعه رو جدی بگیریم، همینطور که ما باشگاه میریم، ورزش‌های هوازی میکنیم، وزنه میزنیم و عضلات خودمون رو تقویت میکنیم، خیلی مهمه که ما بیایم مغز خودمون هم تمرین بدیم. بنابراین خیلی مهمه که ما بخوایم کتاب بخونیم در طول روز، مطالعه داشته باشیم، از فضای مجازی دور باشیم و بیایم تمرین‌های فکری، جداولی که هست حل کنیم و به قول معروف به مغزمون تمرین بدیم که این باعث میشه ما دیرتر مبتلا به آلزایمر بشیم. مورد بعدی که خیلی مهمه فشار خون بالاست. افرادی که فشار خون بالا دارن حتما باید تحت درمان با داروهای ضد فشار خون قرار بگیرن و دیده شده که این امر از آلزایمر و دمانس پیشگیری میکنه. فشار خون سیستولی هدفم، یعنی اون فشار خون بالا. هر وقت ما فشار خون میگیریم دو تا عدد نشون میده. اولی فشار خون سیستولیکه، دومی فشار خون دیاستولیکه. فشار خون سیستولیک 13 و پایینتر، به خصوص در سن 40 سال بالاتر، خیلی مهمه در پیشگیری از آلزایمر. نکته بعدی کمشنوایی یا آسیب‌های شنوایی. خیلی وقتا افرادی که دچار کمشنوایی میشن تو سن میانسالی هستن و خیلی وقتا از سمعک استفاده نمیکنن و این عامل باعث میشه که بعداً مبتلا به آلزایمر بشن. بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما همه افرادی که کم شنوا هستن از سمعک استفاده کنن، چون باعث میشه که مبتلا به آلزایمر نشن. مورد بعدی سیگار کشیدنه. کلاً سیگار کشیدن قلیون یا هر نوع مواد دیگه‌ای باعث آلزایمر میشه. بنابراین مصرف نکردن این مواد باعث این میشه که ما آلزایمر نگیریم. مورد بعدی چاقیه. دیده شده افرادی که چاقن بیشتر آلزایمر میگیرن. بنابراین خیلی مهمه که ما اگه چاقیم سعی کنیم وزنمون رو به وزن نرمال نزدیک کنیم و اگه چربی خون بالا داریم چربی خونمون رو با دارو کنترل کنیم
و غذاهای خیلی سالم بخوریم. این عامل باعث میشه که ما آلزایمر نگیریم. مورد بعدی قند خون بالا یا دیابته. منظور اینه که کسی که دیابت داره یا قند خون بالا داره اگه بخواد آلزایمر نگیره یا دیرتر مبتلا بشه باید حتما از داروهای ضد قند خون استفاده کنه، حتما رژیم غذاییش رو رعایت کنه و این باعث میشه که آلزایمر نگیره. مورد بعدی کم تحرکیه. دیده شده افرادی که خیلی کم تحرکن و فعالیت بدنی در طول روز ندارن بیشتر دچار آلزایمر میشن. بنابراین حتما باید ورزش‌های هوازی و تحرک رو تو برنامه‌مون بذاریم که مبتلا به آلزایمر نشیم. مورد بعدی تماس اجتماعی محدوده. یعنی افرادی که با افراد دیگه در ارتباط نیستن. حالا ممکنه بعضی افراد درونگرا باشن، از تنهایی خودشون لذت ببرن، ولی همونام نیاز دارن که حداقل یک دوست، دو دوست داشته باشن، با اونا درد دل کنن و در واقع مشکلاتشون رو بگن، ونتیله کنن اون مشکلاتشون رو. در واقع آزادسازی همین مسائلی که بروز میدن به اون دوستشون، همین هم باعث میشه که دچار آلزایمر نشن. مورد بعدی که خیلی مرتبط با رشته خود من هست، افسردگیه. دیده شده افراد افسرده بیشتر دچار آلزایمر میشن. بنابراین خیلی مهمه که افسردگی رو تشخیص بدیم و سریعا درمان کنیم. نکته مهمش هم اینه که داروهای ضد افسردگی به هیچ عنوان اعتیاد آور نیستن و بنا به تشخیص پزشکتون حتما اگه تجویز کرد حتما باید استفاده کنید. دوره درمانتون کامل میشه و اگر نیاز باشه دوز دارو کم میشه و یا حتی قطع میشه براتون. بنابراین حتما اگه روحیه افسردگی دارین به روانپزشک مراجعه کنید و اگر تشخیص داد براتون دارو نوشت حتما مصرف کنید، چون میبینید که یکی از علل مهم بیماری آلزایمره و درمانش باعث میشه که ما آلزایمر نگیریم. خب دوستان، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و مطالبش براتون آموزنده بوده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و توی بخش کامنت نظرات خودتون رو بگین. همه نظرات رو میخونم و اگه ویدیویی میخواین که براتون بسازم حتما اونجا بنویسین که در لیست ویدیویی که قراره بسازم قرار بگیره. پس تا ویدیو بعدی میبینمتون.